اگر فکر میکنی که این فقط یک سفر عادی است، چند ثانیه صبر کن. این راهی که میبینی راهی است که اشتباه در آن برگشت ندارد. من از تخار راه افتادم به سمت ولسوالی خواهان بدخشان، جایی که همه اسم طلا را میشنوند اما از خطرش کسی حرف نمیزند. این ویدئو نه نمایش است و نه اغراق. این واقعیت یک سفر خطرناک است. اینجا وقتی به پایین نگاه میکنی میفهمی چرا مردم میگویند این راه جان میخواهد. اینجا دیگر شهر نیست. اگر موتر خراب شود نه ورکشاپ است و نه کمک فوری. فقط تو هستی و موتر و یک راهی باریک بین کوها و دره ها. یک اشتباه کوچک، یک لغزش و همه چیز تمام. دست ها ناخودآگاه محکم فرمان را می گیرند. دل تند می زند اما مجبور هستی ادامه بدی، چون در این راه برگشت سخت‌تر از رفتن است. گاهی سکوت اینجا از صدا ترسناکتر است. نه صدای شهر، نه آدم، فقط باد و صدای موتر. در این لحظه ها آدم با خودش فکر میکند واقعا چرا آمدم؟ آیا ارزشش را دارد؟ اگر اتفاقی بیفتد چی؟ چه کسی خبر می شود؟